سلام، به کوین لاین خوش اومدین. زمانی هستم، مدرس ساده سازی و زبون خودمونی، توضیح دادن بازارهای مالی. کوین و شت کوین چیه؟ کوین مثل مادر میمونه، مثل ملکه مادر هست، ملکه زنبورا، بعد زنبورای دیگه براش کار میکنن. مثل بیت کوین زیر مجموعه هاشون چیه؟ زیر مجموعه هاشون ارزهای دیگه است، مثل دلار که اصلیه، بعد زیر مجموعه هاشون میتونه مثلا زیر مجموعه هم داشته باشه. خب کوین رو کجا استفاده میکنن؟ کی تاییدش میکنه؟ ببینید، چون این ارزهای دیجیتال و این چیزها روی بستر بلاک چین هم. بلاک چین خیلی قراردادهای حرفه‌ای داره، قراردادش هم متصله به همه. اوکی، یعنی مثل این میمونه که شما یه قراردادی مینویسی، 100 نفر ازش عکس میگیرن، دیگه نمیتونی این قرارداد دستکاری بکنی. فقط میتونی که چی؟ اون قراردادتو بگی که من این قرارداد دارم و معتبر. اوکی، آماده باشیم برای قسمت‌های بعدی که قسمت‌های بعدی هم آموزش کنیم.